به نظر من همونجور که تو بحث تاریخ بزرگترین خطر تاریخ خود تاریخه، تو بحث گردشگری هم بزرگترین خطر گردشگری خود گردشگریه. ما هنوز فرق بین گردشگر و مسافر رو نمیدونیم، تعریفش هم مشخص نیست که آیا اون کسی که مثلا خانواده‌اش تو تهرانه یا مثلا گیلانه آیا جزء مسافر یا گردشگر. تعریف فرق میکنه، به همین خاطر تعداد آدم‌ها هم که میان و میرن فرق میکنه. ما یه چیزی داریم به نام ظرفیت برد، یعنی ما میگیم تو این فضا مثلا اینقدر آدم جمع میشه، اگه بیشتر هم بشه جمع میشن و ممکنه به تشنج کشیده بشه. این ظرفیت برد خب تو کشور ما اصلا رعایت نمیشه. چون مثلا استادی مثل چهارمحل بختیاری تو گردشگری مشکل پیدا نمیکنه تو این تعطیلات؟ چرا هم مثلا سریع اونوری نمیکنه؟ خب چند تا مسئله ما داریم. یکی اینکه دریا و از قدیم یه نوستالژی ما تو دریا داریم، جاده کندوان رو داریم و فکر کنم تنها بحثی که تو بحث گردشگری تو ترافیک میزنن رقص میکنن فقط تو ایران باشه. بود بحث فرهنگ واقعا کشور ما جایگاهش خیلی بیشتر از این باید باشه. یعنی ما باید از لحاظ فرهنگی در اون زمانهایی که پیک مسافر است و اجتناب ناپذیره، یعنی نه سازمان میراث فرهنگی که فقط متولی این قضیه باشه، خود استانداری هم بخواد نمیتونه جلوی مسافری بگیری. شما قانونی نداری که مثلا طرف از جاده کوینه بخواد بیاد پایین جلوشو بگیره، دیگه بس دیگه نیا. الزامی وجود نداره به این قضیه که طرف نیاد میاد دیگه، چجوری میخواد جلوشو بگیری؟ خب حالا که میخوای بیا رعایت کن. این آموزش خیلی زمان بره، من معتقدم که باید انجام بشه، چون ما اصلا آموزش خندیدن هم نداریم، آموزش نمیدونم خیلی چیزا رو نداریم. ما باید در اون زمانی که پیک مسافره ببینیم چطوری میتونیم فرهنگ خودمون رو انتقال بدیم. اگه تونستیم همون زمان چهار جشنواره بذاریم، چهار کتابی بدیم، آره دیگه جامعه میزبان باید این کارو بکنیم. شما زمانی که پیک مسافر داری، خب مثلا ما تو موزه میراث روستایی اینو داشتیم دیگه، مثلا اومدیم جشنواره گذاشتیم. خب مثلا بیایم با فرهنگ ما آشنا بشیم، با زبان گیلکی ما آشنا بشیم. این به نظر ما باید یه سری برنامه‌هایی بذاریم، چون ما به ناچار با این پدیده مواجهیم. شما الان بیا مثلا سلبی این کارو بکنی نمیتونی، باید ایجابی کار بکنی. اینکه بخوام ایجابی کار بکنیم یعنی که ما میگیم خب الان پیک مسافره، مثلا چند تا جشنواره هم میتونیم برگزار کنیم، نه جشنواره‌ای که مثلا خیلی آبدو خیاری باشه، نه تولید محتوا بکنیم. مثلا من خودم به شخصه دوستانم میدونن تو صدا سیمایی هر جایی که میرم سعی میکنم گیلکی صحبت بکنم. حالا گیلکی رامسری مثلا مهم نیست، حالا شاید 90% طرف متوجه نشه. بله ترکیه آذربایجان و ترکیه تبریز فرق میکنه، هیچ بحثی هم روش نیست. اما چیزی که وجوده مطمئنا اگه این چنین جلسه‌ای تو مازندران بود هم مازندرانی حرف میزدن، تو تبریز بود مطمئنا همه ترک بودن، آذری صحبت میکردن. اما این چیزی که وجود داره مثلا ما زبان گیلکی ما در معرض خطره، طرف هنوز فرق زبان لهجه گویش نمیدونه، اون وقت ما مثلا در مورد فرهنگ صحبت میکنیم، یا مثلا ما در مورد پیشینه تاریخ خودمون خیلی اطلاعات نداریم. خب این سخت‌تر از اون قسمت طبیعتشه. چرا؟ چون از قدیم باب بوده، طرف می‌خواستم برن شما میگفتن دریا محور بودیم به قول آقای مجتهدی. الان کوه محور، شما اربکله رامسر که می‌بینید کوه کلا ساختن، دیگه چیزی نمونده، جنگلی باقی نمونده. خب ما چی داریم بهش بقبولیم؟ مثلا شما میرین یه کشور دیگه در مثلا فلان جشنواره رنگ شرکت می‌کنید در هند، در فلان چیز میگیم جشنواره آبه تو ارمنستان، مثلا اون قسمت مثلا تورا شلوغ‌تر، چون همه دوستان جشنواره آب برن دیگه. خب در مورد جشنواره آب چی میدونیم؟ هیچی نمیدونیم، فقط اون شادی از اون شلوغی است که کیف میده، مثلا یه شادی بکنیم. و ما چون عنصر شادی تو فرهنگ ما کمه، هر جایی که اون باشه دوست داریم بریم توش. خب ما حتی رو بحث مثلا عاشورا هم خوب عمل نکردیم. مثلا آیین‌های عاشورایی ما کی کار؟ مثلا کربزنی لاهیجان رو ببریم تور ببریم، یا به مسافرای خودمون معرفی کنیم آقا این کربزنی ریشش اینه، این 40 منبره، خوب معرفی نشده. یعنی این آیین‌های ما
اون پکیج هایی نداشته باشیم که قابل ارائه باشن و از قبلش برنامه‌ریزی نداشته باشیم. چه برنامه‌ریزی داریم؟ خب صدا تسهیلات سفر انجام میشه. تو صدا تسهیلات سفر حتما باید مساجد باشن که بخوان در باز بکنن. این صدا تسهیلات سفر یعنی همه مردم بخوان این کار بکنن و همه مردم باید ذی‌نفع باشن. وقتی مردم ذی‌نفع نیستن و تو ترافیک میرن خب عصبانی میشن دیگه. من رامسری میرم، رامسر بدم قفله، باید کوچه پس کوچه بندازم برم، میوه میشه 150,000 تومان، چون کمه دیگه. من رامسری هم ضرر میکنم، شاکی هم میشم، میگم گور پدرشون چرا اومدن اینجا. من ذی‌نفع از اون هجوم نیستم. انگار که مثلا شما اسفند ماه مایا دارن میان تخم‌ریزی، همه دارن دام میذارن. ما هیچ نقشه‌ای نداریم برای گردشگری خاص که ما گردشگری خاص پولدار بتونیم جذب بکنیم. هیچ نقشه‌ای نداریم. خب آیا هتل کادو 100% پر شد اون پیک؟ مطمئنا نه. خب خیلی جا پر نشد. چرا؟ چون حالا میگن چادر خواب بود، طرف وضعیت نمیگشه دیگه. نمیگشه، طرف بغل رفتیم شمال. چهار عکس خوشگل هم میذاره، چهار فلان سلفی باحال هم میگیره، رفتیم شما. من به نظرم تا ما خودمون برنامه‌ریزی نداشته باشیم از قبلش و چون با قابل ارائه چیزی نداریم، نمیتونیم مثلا از اون مسافرمون انتظار داشته باشیم که بیاد در مورد فرهنگ ما مثلا چی یاد گرفتی. هیچ یاد نگرفته. ولی وقتی طرف میره کشور دیگه در تو جشنواره شرکت میکنه، اونها تو پیک سفرشون برنامه دارن. یه پولی میدی میری فلان برنامه رو میبینی، یه پولی میدی میری فلان برنامه رو برگزار. ما چون برنامه‌ریزی نداریم تا ابدالدهر هم همینجوری، بله ما میتونیم بیایم اینجا بگیم بله خراب میکنم فلان میکنم، دور هم دیگه حرفمون مشترک یه گریه‌زاری بکنیم، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. تا برنامه‌ریزی نداشته باشیم که بتونیم فرهنگ خودمون رو منتقل کنیم، هیچ اتفاقی نمیفته.